صالحه شیرزه محصول هنرش را در جشن نوروز به نمایش گذاشته است. کرته، تاقی جزودان زنان و دختران افغانستانی. صالحه پرچم افغانستان را هم دستی آماده کرده است. این مهاجر 2 سال است که نوروز را در تاجیکستان عید می‌کند. پیش از طالبان بسیار اوجا جشنایی با شکوه بود که 4 روز جشن گلارغوان بود و جشن دیقان بود، جشن نوروز بود. مردم بسیار زیاد اینم یک برنامه بسیار کلان تجلیل میکردن و حالی که طالبان آمدن اجازه نمیتن و این روز یک روز رسمی اعلان کردن که هیچ امروز روز باید سروظیفه اگر نباشی شاید شنیدیم که سروظیفه نباشی شاید اجازه نتا باید با سر وظیفه باید از باش. اکثر شرکتداران این جشن زنان و دخترانند که در افغانستان زیر سلطه طالبان از کار و تحصیل محروم شدند. خوانندگان و آموزگاران مکتب سامانیان برای شرکتداران سمنک آماده کردند. نوار رمزی دیگ سمنک را سفیران افغانستان، ایران و بریتانیا بریدند. هرچند بریدن لنت از دیگ سمنک در تاجیکستان کاری نو است. سمنک آماده ساختیم، باز شب آتش کردن، سمنک از زیرش دیگش ماندن تا صبح 4 بجه دم دادن. باز دیروز ما میله سمنک داشتیم در مکتب، میله گرفتیم، امروز اینا دیگ سمنک آوردیم اینجا. نوشابه 7 میوه یکی از غذاهای اساسی در جشن نوروز در افغانستان است. آن از 7 میوه خشک آماده کرده می شود. این 7 میوه تشکیل دهنده از این 7 میوه می باشه که عبارت از کشمش و بادام و پسته و غولینگ و همین رقم میوه ها است. 7 تا میوه. دسترخوان نوروزی در تاجیکستان اساساً از 7 سین و 7 شین عبارت است. به گفته مهاجران این چیزها در افغانستان چندان معمول نیست و سمنک و 7 میوه غذاهای اساسی نوروزی در آن کشور است. به گفته بعضی فرهنگشناسان 7 میوه در تاجیکستان هم هست اما در میان مردم چندان معمول نیست. 7 میوه مثل یک مزه شربت تاجیکی را دارد. در این محفل از گروه طالبان به خاطر قانون‌های سختگیرانه‌شان انتقاد شد. پیام سفیر حکومت پیشین افغانستان به طالبان چنین بود: ما از این تریبون افغانستان کوچک صدا می‌کنم به آن طالبانی که اعتقاد به وحدت ملی، اعتقاد به یکپارچگی، اعتقاد به حق حقوق زن، اعتقاد به کرامات انسانی و اعتقاد به یک نظامی که از آرای مردم بدر شده باشد صف خود را از طالبان افراطی جدا بسازند. تاجیکستان میزبان قریب 10,000 پناهجوی افغانستانی است. اکثر آنها به خاطر رفتن به کشوری سیام موقتا در تاجیکستان به سر میبرند. پناهجویان در تاجیکستان مثل تاجیکان محلی از نبود کار اذیت میکشند و به این خاطر میخواهند خود را به کانادا و یا اروپا برسانند. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.